پیغمبر علیه السلام برای ما و شما دعا کرده، مژده داده. پس ما الحمدلله ما و شما را در غربا حساب بکنه. ولی که غربا وقتی میشیم که این کارها در زندگی خود ما انجام بدیم، در هر معامله تسلیم دین الله و دنبال طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کار انجام داده و در راهی که حرکت کردیم چون هدف بزرگ است. به هر کس میاثر نمیشه. بسیار دوستا بس اوقات یک کمی مایوس میشن، میگه والا خسته شدم. امتیازی تو ده چی است؟ امتیازی ما شما ده چی است؟ امتیازی ما تو خود ای است که مردم تو را بد بگوید، خب لیکن بازم تو کاری خوب کرده رویستی. امتیازی تو ده ای است که در بین امی قدر مخلوق الله تو را انتخاب کرده که دفاع از سنت کی بکو؟ توفیق عملی سنت رسول الله را الله